برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام با صمیمیتی تمام به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امروز عید مطبوعات تاجیک جشن گرفته می شود. 109 سال قبل اولین شماره اولین روزنامه تاجیک زبان بخارای شریف نشر شد و شروع از سال 1994 این روز را همچون روزی مطبوعات تاجیک جشن می گیرند. جشنی که سال تا سال محدودتر می شود و دایره حضور یافتگان در این جشن تنگتر. در روز مطبوعات از فرصت استفاده برده از مطبوعات و همین تنگشوی های جایگاه مطبوعات گپ میزنیم. آشکارتر کرده گویم از اعتراف حکومت به شکستش در ساحه مطبوعات صحبت میکنیم. اگر قبلا در جشن روز مطبوعات نمایندگان رسانه های مستقل و آزاد نیز شرکت میکردند و صاحب جایزه ها میشدند، حالا تنها رسانه های دولتی و قسما خصوصی که از طرف حکومت دستگیری میشوند و به نفع آن کار میکنند به آن راه مییابند و بهترین روزنامه‌نگار و بهترین محرر و دیگر بهترین ها از بین همین ها انتخاب میشوند. برای مثال بهترین سردبیر امسال سردبیر روزنامه صدای مردم انتخاب شد. نشریه رسمی پارلمان کشور که مردم به آن مجبوری آبونه کرده میشوند و بیشتر چون زیرانداز تاق و تاقچه ها و دیگر ضروریات روزمره آبونچیانش استفاده می شود. حکومت مطبوعات را خانگی کرد. چگونه؟ مطبوعات که از آن حکومت چهارم هم نام برده می شود در تاجیکستان نه تنها اکنون هیچ حکومتی نیست بلکه به ارگان تبلیغاتی حکومت اول تبدیل شده دیگر کمترین قدرت به خودش قائل نیست. نقش مطبوعات مثل نقش همه ساحه های دیگر از معارف تا اتفاقهای کسبه از خدمت به مردم به خدمت به حاکمان تبدیل داده شده است، هرچند از پول مردم تامین می شود. در 5-6 سال اخیر روند خانگی سازی مطبوعات سرعت بیشتری کسب کرد و از آسایشته به جنگجویانه تبدیل شد. یعنی هر رسانه یا روزنامه نگاری که خانگی یعنی دستی شد حق بودن زندگی کردن پیدا می کند و آنه که کمترین مقابلیت نشان می دهد به ضرر گردانیده می شود. جایش آید لیکویدی رو واد می کنند. جایش آید به زندان می پرتویند و اگر کمی رحمشان آید فرصت می دهند تا تاجیکستان را ترک کند یا گریخته رود. در این مدت جامعه تاجیک رسانه های مثل روز نو، آزادگان، نگاه، نجات، ملت و غیره از همین ها را از دست داد و رسانه های مثل فرجرو، امروز نیوز و SSR خانگی شدند. خانگی و حتی رادیوی آزادی تا 1 سال پیش خانگی شده بود. رسانه های مثل ازپیلوس مجبور به خودسانسور شدند. دایره موضوع هایشان خیلی تنگتر شد. 10 ها روزنامه نگار و آزاداندیش و فعالان جامعه شهروندی مجبور به ترک کشور و 10 های دیگر مجبور به بستن دهان و دستان خود شدند. باید اعتراف کرد حالا در کشور گروه بزرگی از روزنامه نگاران و فعالانی هستند که هرچند خود سانسور نمودند ولی به اصالت روزنامه نگاری خیانت نکردند و تبدیل شدند به مبلغ رژیم را به خود آر دیدند. همین جوان مردانند که با وجود فشارهای زیاد کوشش میکنند کمترین کار برای آزادی سخن و آزادی وجدان و اطلاع رسانی کرده باشند. بی‌ضررگردانی مطبوعات و روزنامه‌نگاران آزاد باعث شد تحقیقات ژورنالیستی در مسائل کلیدی چون فساد و حقوق انسان به 0 برابر شود و در نتیجه فساد به بلندترین سطح و حقوق انسان به پایانترین سطح برسد.
از زمان فروپاشی شوروی مطبوعات تاجیک هیچگاه چنین کمرنگ نبوده است. یکی از مدهشترین حالتهای بصری مطبوعات کشور آمده که مطمئنا در تاریخ چون داغ ننگ مطبوعات تاجیک ثبت خواهد شد، به غیبتخانه و ارگانی فحشا پراکنی تبدیل شدن مطبوعات دولتی و خانگی شده است. هیچگاه در تاریخ نه تنها تاجیکستان بلکه شاید هیچ کشور دیگری هم مطبوعات به این سطح پایین نفرآمده بود که در آن مناسبت‌های محرمانه زن و شوهر ثبت و نمایش داده شود و تهمت‌های پر از فحش و تحقیر و دشنام با استفاده قبیح‌ترین الفاظ نشر گردد. هدف حکومت البته کمتر کردن تاثیر مخالفین، آزاداندیشان و فعالان جمعیتی از یک طرف و گرفتن پیش راه انتقادها و افشاگری‌های جنایات مقامداران خود حکومت از طرف دیگر بود. اما آیا حکومت به هدفش رسید؟ بیایید به این سوال جواب می‌جوییم. در یک دو سال اول که رسانه‌های مخالفین رشد نکرده بودند، البته بعد از سال 2015 و رسانه‌های آزاد در خارج از کشور تأسیس نشده بود، بله حکومت یک کمی به مقصدش رسید. میدان اطلاعات کاملا در دست حکومت قرار گرفت و تنها آن چیزهای نشر می شدند که حکومت اجازه میداد یا حداقل ضد نبود. این به حد حکومت به خصوص رهبری آن را مغرور کرد که نبودی کاملی رقیب اساسیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اعلان کند. اعلان کرد که ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را کاملا پراکنده کردیم. هیاهو بود یک سال دو سال. اما این پیروزی موقتی بود و دیر دوام نکرد و با گذشت همگی 3-4 سال کاملا به ضرر حکومت تمام شد. به ضرر حکومت. بنابر شدیداً محدود شدن رسانه‌های آزاد در کشور، امکانیت‌های محدودی رسانه‌های در خارج قرار داشته و تا یک سال پیش خانگی بودن قدرتمندترین رسانه تاجیک زبان رادیوی آزادی، مردم می‌توانست اطلاعات الटरनेटिوی را تنها به رسانه‌های مخالفین فرستد و از آن دریافت کند. این باعث شد رسانه‌های مخالفین محبوبیت زیادی بین مردم کسب کنند و شمار خوانندگانشان و تماشابینانشان و شنوندگانشان صدها مراتب بیشتر از رسانه‌های حکومتی و خصوصی خانگی شده گردد. میدان اطلاعات در اینترنت تاجیکی تقریباً پر به دست مخالفین گذشت و شکست سنگین در جنگ اطلاعاتی به حکومت وارد ساخت. جنگی که حکومت با نقشه نابودی پره آزادی سخن، جامعه شهروندی و مخالفانش شروع کرده بود، به شکست سخت و شرمنده‌وار خودش تمام شد. اعتماد مردم به رسانه‌های مخالف به حدی که خودی آنها انتظار نداشتند بالا رفت و نتیجه هم این شد که مردم تمام عرض و شکایت‌ها و فکت و دلیل‌هایش را به این رسانه‌ها می‌فرستند و برعکس به منبری تملق و سفیدکنی حکومت تبدیل شدن رسانه‌های دولتی و شخصی خانگی شده باعث نابودی اعتماد مردم به آنها گردید. تماشابینان گرامی، کمتر کسی را در کشور می شود پیدا کرد که خودتان می دانید شکایتش را مثلا به جای به ما فرستادن یا به سامانه اصلاح فرستادن، به فرج و SSR یا بدتر از این به جمهوریت و صدای مردم بفرستد. نمی فرستد. خبر گفته می گردند. در بالا تماشابینان گرامی به اعتراف حکومت به شکستش در مبارزه مطبوعاتی اشاره کردم. حالا بیایید در این باره گپ میزنم. با وجود کوشش رعایت قاعده‌های اطلاع رسانی، مطبوعات مخالف نمیتواند اطلاع را مثل مطبوعات آزاد کاملا بی‌طرفانه رساند. این و خیلی کم و ضعیف بودن مطبوعات آزاد باعث شد معلومات به مردم همان طور برسد و رسیدن دارد که مخالفین و رسانه‌های مخالف میخواهند. در نتیجه در همه بحث ها
مخالفین حق و دولت ناحق میبراید. این را در اواخر استراتژی های دولت هم درک و اعتراف میکنند. برای مثال چند روز قبل عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان در امور رشد اجتماعی و رابطه با جامعه در یک میز گردی اختصاصی روزنامه جمهوریت بخشیده به روز مطبوعات تاجیک به این مشکلی حکومت اعتراف کرد. عبدالجبار رحمانزاده گفته است که حکومت تاجیکستان و رهبریت آن کارهای زیاد میکنند اما همیشه مورد انتقاد قرار بگیرند. این مشاوری رئیس جمهور میگوید متاسفانه باز هم میبینیم که خصوصا در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حکومت کشور و پیشوای ملت نظر منفی دارند، ولی ضیاعیان ملت روزنامه‌نگاران آنطوری که ضرور است در این حالتها فعال نیستند. مشاور رئیس جمهور گفته است که ضیاعیان باید به نوشته های ضد تاجیکستان از نام خود پاسخ گویند تا آنها نگویند که این پاسخ های فرمه جواب است. فرمه جواب. آخر با نام خودتون هم نویسید شما فرمه جوابید، برای اینکه به خواهش خودتون نمی نویسید. انا نمی خیل به شما فرمان بشود از جانب مشاور پرزیدنت. اکنون شما همچون یک گوساله عاقل فرمه فرمان چوپان را اجرا میکنید. این طرف سورتان کند این طرف سور میشوید، آن طرف سورتان کند آن طرف سور میشوید. همین قدر الکی فرمان رو گرفتید. باز هم از فرمه جواب بودن معلوم شد و فرمه جواب وظیفه سخت‌تر و تشویش آورتر و خطرناکتر گرفت، چون که الکی کسانی که بر ضد ملت گپ میزنند، بر ضد مردم با پشتیبانی از حکومت فساد زده گپ میزنند معلوم میشوند. پس با اینها حکومت فردا روبرو میشود. مشاور پرزیدنت میدونید در دوام چی میگوید؟ میگوید که سالهای آخر طریق شبکه‌های اجتماعی و هم شبکه‌های تلویزیونی برون مرزی ضد تاجیکستان برنامه‌های گوناگون آماده و پخش میشوند. البته آنها منبع مبلغ گذاری دارند و برای این مبلغ‌های هنگفت جدا میگردد. اما ژورنالیستان ما در جواب خاموشند. وقتی آن رسیده است که همه رسانه‌های کشور در این حالت متحد باشند، تنها در این صورت میتوان ضد چنین جنگ‌های اطلاعاتی مبارزه برد. در این حالت باید که از نام خود جواب گوییم تا رقیبان ما نگویند که این همه را فرمه جواب آماده ساخته است. بله آشکار خودت فرمان داده ایستادی به فرمه جواب که پیشتر خودت گفته ایستادی پیشتر به نام خودتان نمی برآمدید، اکنون وقتی آن رسیده است که به نام خودتان برآیید. این مضمونش چی است؟ ای روزنامه‌نگاران چاپلوس، مضمون این طلب مشاور پرزیدنت چی است؟ صرفم رفتید؟ ای کسانی که بر ضد ملت، بر ضد مردم، بر ضد دیگراندیشان گپ میزنید با پشتیبانی از همین حکومت فساد زده. مضمون این طلب مشاور پرزیدنت این است که اکنون شما با نام خودتان بنویسید تا همان مبارزه هایی که بر ضد حکومت فساد زده و رهبریتش می شود به شما نیز تقسیم شود. اکنون هم هجوم مردمی بر ضد یک عائله نیو، یعنی جواب ها به شما هم بیاید به نام خودتان. من مقصد کنی یک نوشته بینید بر ضد مردم، بر ضد ملت، از کروپسیونرها، از پاره‌خورها، فسادکارها، دوستها، غارتگرها یک پشتیبانی کنید که ببینید مردم به شما چی میگوید. هوشیار باشید. به خاطر 4 تنگه چند روز عمرتان باقی مانده است. حلال بخورید،
حلال بزیید، حلال بمیرید. نامتان به بدی در صفحه‌های تاریخ ثبت نشود. این ملت عزیز تاجیک به نهایت ملت شکرگزار است. یک قدم به سوی ملت نهاده 10 قدم به سوی شما می نهد. به همه احمقی ها، به همه ظلم ستم های شما امروز سر بالا نکرده است، صبر دارد. شما نباید شکرانه پیشوایتان، باید شکرانه همین ملت را، شکرانه همین مردم را کنید که به همه همین غرامی ها، به همه همین ناعدالتی ها، ظلم و شکنجه ها حالا سر بالا نکرده است. اما خودتان میدانید سر بالا که کرد، حالت آنهایی که بر ضد ملت بودند چی می شود؟ قبلا مثل همین دعوت مشاوره رئیس جمهور برای مبارزه یکدلانه با خائنان ملت از طرف خود رئیس جمهور امام علی رحمان هم صدا داده بود. این شکایت مقامداران از کارناشایمی مطبوعات دولتی و خانگی در حال است که طبق آمارهای ارائه می‌کرده خودشان شمارش به صدها میرسد. برای مثال سردار ریاست تامینات اطلاعاتی مرکزی تحقیقات استراتژی زبیدالله دولتوف ضمن همایش علمی عمومی انعکاس دستاوردهای استقلالیت در مطبوعات دوری که به مناسبت روز مطبوعات تاجیک در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر گردید چنین اطلاع داد: عین زمان در جمهوری 376 روزنامه، 245 مجله، 11 اگنتی اطلاعاتی، 49 شبکه تلویزیونی، 32 شبکه رادیویی فعالیت داشته. بیشتر آنها را رسانه‌های غیر دولتی تشکیل می‌دهند که یکی از نشانه‌های اساسی دولت دموکراتی بودن تاجیکستان بوده از موجود بودن آزادی بیان درک می‌دهد. از موجود بودن آزادی بیان درک می‌دهد. در یک شبانه روز 24 ساعت باشد، اینها 23 ساعت پیشوای ملت میگویند و این را میگویند آزادی بیان. همین که پیشوای ملت گفته نشانه آزادی بیان است. همین که از کمبودی های دور دم نزدی آزادی بیان تامین است. همین که از فسادکاری ها، از کارناشایمی ها، ناعهده‌برایی های حکومت دم نزدی آزادی تامین است و این است دموکراتیه. قند زنید. این مسئولی حکومتی چی میگوید؟ خودشون را گرچند که استراتژی های تاجیکستان حکومتی نمیدونند، میگویند ما یک سازمان جمعیتی هستیم. حکومتی داخل که همچون یک سازمان جمعیتی وظیفه خودتون را اجرا کردید. تماشابینان گرامی، باید گفت که حکومت نه تنها نتوانسته است از این همه مطبوعات به نفعش استفاده کند. شمارش را شنیدید؟ نه تنها نتوانسته است استفاده کند، بلکه با به سطح مطبوعات زرد و حتی پایانتر از آن مطبوعات زرد تملقگری فحشگو پایان فراوردن، فعالیت تمام این روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون را به ضرر خودش گردانیده است. و این همه مصیبت حکومت نیست، حالا تمام نه. این همه وسایط اخبار عامه نه تنها به ضرر حکومت بلکه به نفع مخالفین نیز کار میکنند. هیچ یک از این رسانه ها هفته نیست که بهتان در حق فعالان مخالفین نشر نکنند. سطح این بهتان و اتهام ها تا حد پایین است که عادی ترین شنونده، عادی ترین خواننده، عادی ترین بیننده را وادار می نماید به آن شبهه کند. اینقدر بچگانه نمایش می دهند که دلخواه نفر می بیند به آن شبهه می کند، به درستی آن شبهه می کند. گذشته از این
با تکرار همیشگی نام فعالان رسانه‌های مخالف، وسایط اخبار عامه و مقامداران حکومت ناآگاهانه خوانندگان و بینندگان و شنوندگان خود را ترغیب میکنند تا به سایت ها و شبکه های مخالفین سر زنند و جستجو کنند که این خائنان ملت چه میگفته باشند. کوشش نظارت کامل بر وسایط اخبار عامه، غصب و تصرف حاکمیت چهارم مثل دو حاکمیت دیگر و سوء استفاده از آن برای هدفهای شخصی و سیاسی به آن آورده رساند که یکی از مهمترین ساحه ها در کشور رو به تنزل نهد، اما حاکمیت چهارم به دست مخالفین گذرد و بیگمان سه حاکمیت خود را از پسش خواهد آورد، چون طبق گفته نتن روتشیلد آنه که اطلاعات را در دست دارد جهان را در دست دارد. اطلاعات که به دست مخالفین گذشته است آن طرفش را یابید و گیرید. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال یوتیوبی ما پخش تگمه لایک، پخش تگمه زنگوله و ابونه شدن به کانال ما را فراموش نکنید. یادتان باشد در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. با امید دیدار در روز دیگر خداحافظی می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.